السلام علیکم دوستان عزیز، روزتان بخیر. بر شما سلامتی خواهان هستم. امروز دوشنبه 24 نوامبر. خبرها را برای شما پیشنهاد میکنیم. $100 ایالات متحده آمریکا برابر شد با 929 سومانی و همچنین دوستان عزیز 100 یورو برابر است به 1070 سومانی. همه شما خواهش میکنیم در ویدیو یک تا لایک مونید، با کانال ما ابونه شوید. رحمه برای دستگیری. خداوند شما راضی باشد. دوستان عزیز، نشاندار در بانک ملی جمهوری تاجیکستان چقدر که شما دیده استدایید 1000 روبل روسی با کورس امروزه به 117 سومن و 60 درم است. ناامید نمیشویم، انتظاری بالا رفتن روبل خواهیم بود ان شاء الله. دوستان عزیز، کسایی که خواهش پراورک کردن زاگرام پاسپورت خود را دارند، نمیدانند و نمیتوانند در کجا چطور بسنجند، نشاط زپره دانی MVD FMS و FSB و همه رقم های در روی اکران بوده در تماس شوید. و اینچنین دوستان عزیز، میخواهید که پتنت شما در بازه هست یا این که نه، این را بفهمید. همه این با سوال های شما و همه رقم های در روی اکران بوده جواب میدهد. دوستان از نام شبکه قربانی امور گپ زنید، ان شاء الله با شما کمک خوب میکنند. بر همه شما سلامتی و برای کار خواهان هستم.